آقا سلام و درود، خسته نباشید. فصل تابستون و هوا هم خیلی گرمه، کولر ماشین شما خیلی زیاد تحت فشاره. آقا بارها و بارها پیش اومده که میگن ماشینمون زیاد آف آن میکنه. این یعنی چی؟ یعنی کمپرسور ماشین شما ضعیف شده. تایم اصولی و نرمال آف آن کردن ماشین بین 50 دقیقه یک بار یا 1 ساعت یک بار، ولی میبینیم ماشین هر 5 دقیقه یا 2 دقیقه یک بار آف آن میکنه. پس بیا من با دیگه وقتی کمپرسور ضعیف میشه دیگه نیاز نیست که حتما کمپرسور 20 میلیون بدی یه کمپرسور بگیری عوضش کنی، یا بگن فقط بوبینش رو عوض کنی که اونم قیمتش 2 میلیونه. بیا من با یه ترفند ساده با یک رله تقویتی که شاید سر هم به 150,000 تومان نرسه بهت یاد بدم که چطور کولر تو قوی بکنی، کم آف آن بکنه، همون تایم نرمال، و اینکه بادش هم خنک‌تر باشه. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. آقا ما قطعات مورد نیاز ما قطعات مورد نیاز اول یک رله 5 فیش که بهش میگن رله بوق. تصویرش بیا نزدیک قشنگ ببینن. این شکله رله 5 فیش به یک پای رله. اینا رو میتونید خیلی راحت از هر لوازم یدکی تهیه کنید. یک رله با یک پای رله. خب دوربین بیار نزدیک تا الان طریقه نصبشو بهتون بگم. خب من اول این هواکش باز کنم. این هواکش باید باز کنم که قشنگ دید داشته باشین. وگرنه کلا مشکلی نداره صدر. ما فقط میخوام که دیدتون کامل باشه واسه نصب این رله. خب آقا شما این رله رو نگاه کنید، دقیقاً اون پایه هاش با پای رله تنظیم کنید. فقط در یک صورت سوار میشه، شما برعکس نمیتونید سوار کنید. قشنگ باید این پایه های رله رو با اون سوراخ های پای رله تنظیم کنید اینجوری که بره جا. خب این اولین کار ما بود. بذار یه چیزی دیگه هم بهتون میگم. این نگاه کن الان 5 تا سیم داره. ما این سیمی که وسط نگاه کنید، اینایی که لبن نه، اینی که وسطه، ما این سیمو نیاز نداریم و استفاده ازش نمیشه. خب الان اینو قطع میکنم که یکم گیج نشین تا من اینو سوار کنم واسهتون. خب چی کار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم ما باید سر هر سیمو باید لخ بکنیم. سیما رو کل خودشون برش زدن اینجوری لخ میشن. اینا رو که لخ کردیم، دوربین بیار نزدیک تا بهت بگم. اولین سیم ما اینی که سمت پایه رله نگاه کنید، یه برآمدگی اینجا داره، بقیه جاهاش صافه. اینی که برآمدگی داره، این سیمی که سمت این برآمدگی هست، اینو باید مثبت بگیریم. بزنید به مثبت این پیچ پشت دینام که 13 است. الان چه بهتون میگم. من از قبل یه لحظه ببخشید. خب گفتم این سیمی که سمت این برآمدگی هست، اینو باید مثبت از پشت دینام بگیرید. مثبت از پشت دینام چیکار میکنین؟ من اینو یه سیم از قبل آماده کردم که تایم ویدیومون زیاد نشه. این یه سرسیم 8 باید بزنید سر سیم. قبلا طریقه این چطور سیمو بذارین زیر سرسیم بهتون گفتم. سیمو لخ میکنین و 4 تا لبه داری، اینا رو با سیم چین میچسبونین به هم. خب اینو میزنم با مثبت. فقط همین یه دونه سیم رو نیازش که بهش سیم اضافه کنید، چون یکم فاصلش زیاده. اینو یه سیم از قبل آماده میکنید با سرسیم 8. سرسیمش هم 8 باشه، این سیمش هم 2 باشه، 1.5 باشه، فرقی نمیکنه. خب این کار کردیم باید قشنگ چسبکاری کنید، چون این سیم مثبت میخوایم بگیریم، اگه به بدنه بخوره اتصالی میخوره. اینو حالا انجام دادیم. خب چیکار میکنیم؟ ما این پیچ پشت 13 رو که بهتون گفتم اینجاست. یه پیچ 8 داره، یه پیچ 13. این مورد 13 رو میبینید، اینو باید باز کنید. خب قبلش یکی از بستهای باتریتون رو بکشین که آچارتون به بدنه نخوره که اتصالی بده. من یه لحظه اینو باز کنم. آچار الان دم دست نبود. خب آقا این بسته باتری رو اول باز میکنید که گفتم آچارتون به بدنه ماشین نخوره، چون شما دارین یه سیم مثبت رو باز میکنین. اگه آچارتون به بدنه بخوره اتصالی میزنه. خب این سیمو آماده که کردین میذارین دور اون پیچ 8. باید اول
گفتم پیچ رو باز میکنین به همین راحتی. خب این پیچ که باز کردین، این سرسیمو میزنین دور اون پیچ، سرسیمو میزنین دور این پیچ. بذار زیر این ردش کنم. میذارین دور اون پیچ و اینجوری دوباره اون مهرشو میبندین. خب این الان زدم، این سیم مثبتون که الان از پشت دینا گرفتیم. خب میریم سراغ سیم بعدی. نگاه کنین شما اینجا 2 تا سیم نازک داره، یعنی این سیمایی که بغل این رله میخوره، اونی که مستقیم این سیم بود که مثبت گرفتین فعلا کاری به این نداریم. این 2 تا نازک سمت پهلو، نگاه کنید دو طرف این برآمدگی میخوره. 2 تا سیم نازک، حالا شاید داخل بعضی از رله ها نازک نباشن، ولی من اینجوری میگم همین برآمدگی سیمایی که اطراف چپ و راستشه، کاری به این مستقیمش نداریم. اینا رو فرق نداره، شما خودتون یکیشو انتخاب میکنید واسه اینکه منفی بگیرید. خب منفی رو دیگه نیاز نیست از بدن بگیریم. دوربین بیار نزدیک. آقا این کمپرسور ماشین ماست، کولر ماشین ماست. اینه قشنگ زیر دینام میخوره. این یه سوکت داره، سوکتش رو در میارین، گفتم مثل یه خار داره، خارش رو فشار میدیم به سمت پایین، بعد از همدیگه جداش میکنه. اینجوری جداش کردیم. خب این سوکتی که وصل به خود کمپرسور ما کاری به این نداریم، سوکتی که از اینجا از روی دست سیم میاد. من قبلا این سیما رو یکم لخت کردم که گفتم زیاد وقت شما بزرگواران رو نگیرم. آقا اینا 2 تا سیم داره، رنگاشون رو داشته باشید. یه سیم خاکستری و یه سیمی که رنگ سبز و زرد داره. خب منفی اون رله رو باید از این سیم بگیریم. داخل پژو همین رنگ سبز و زرد. اینو فقط با یه فندک لخت میکنید، قطع نمیکنید، با یه فندک لخت میکنید. گفتم یکی از این سیمایشه چپ و راست، این سیم مثبتی که بود فرق نداره، هر کدومو خواستین بزنین. یکیشو میزنین واسه منفی. خب منفی رو که گرفتین این هم چسبکاری میکنین، چون گفتم خدای ناکرده اتصالی نده. قشنگ چسبکاری میکنین. خب این هم واسه منفی رله ما هنوز 2 تا دیگه سیم داریم. خب یکی از اون چپ و راستایی که بهتون گفتم و اون سیمی که مستقیم این برآمدگی هست. خب اینا رو چی کار میکنیم؟ دوباره میریم پیش همون سوکت، اونی که منفی بود. اینم برق مثبتی که از اون روی دکمه داخلی کولر AC که میزنید کولر شروع به کار میکنه. اینم سیم از روی اون میاد. این سیمو قطع میکنیم، برعکس این سیم که فقط لخت کردین این یکی رو قطع میکنیم. من از قبل قطعش کردم و آماده. خب نگاه کنید الان این سیم قطع شده. حالا چجور این سیما رو بهشون بزنیم؟ اون سیمی که از روی خود دست سیم میاد، اون قسمتی که قطع کردن از روی خود، نه اینکه روی سوکته، اونو این نازکه روبرو رو هم بهش وصل میکنیم. این باید بشه ورودی برق رلتون. اینجوری این هم به این وصل میکنین، اینو به این وصل میکنید و در آخرین سیم اینو به قسمت اون بریدگی که سمت خود سوکته اینو بهش وصل میکنید و این همیشه خروجی رلتون. به همین راحتی. خب اینا رو هم قشنگ چسبکاری میکنید. کار سختی نیست، مثبت و منفیش که راحت میتونیم بگیریم. فقط این سیمه که از وسط دونست کردین چه گفتم اون نازکه رو که روبروی منفی بود میزنید به اون قسمتش از روی دست سیم میاد، به این سیمی که کم کلوفتره روبروی اون برآمدگی میفته میزنید روی این قسمت بریده‌ای که سمت خود سوکت هست. الان ما هر دو تاشو واسهتون چسبکاری میکنیم. این هم واسه تون چسبکاری طریقه رله. خب بعد قسم حالا این هم بهتون بگم که بخواین جمع جورش کنین باید چسب برق اون سیما رو همشو چسب میزنین دور هم، سیما رو قشنگ چسب میزنین دور هم
من اینو بذارم سر جاش، بعد یک توضیح مختصر بهتون بدم که خب آقا وقتی این سوکت رلش انجام دادین، دوباره همون سوکتی که جدا کردیم، قشنگ ببینید اون سوکتی رو که ما جدا کردیم دوباره میزنیم سر جاش اینجوری. اون خاره یکم فشار بدیم اینجوری میره سر جاش. بعد همین رله رو به این شیلنگی که اینجاست با یه بست پلاستیکی یا با همون چسب یه دور بزنیم که رلتون نیفته نیاد بین تسمه و دینام و اینا. به همین راحتی. آقا این رله رو هم بعدش باید یه چسب بزنید دور تو دوره این رله که مثلا در معرض خطر آب اینا نباشه. ببخشید من دیگه چسبم تموم کرد. یه چسب بزنید دوربر این که در معرض خطر آب نباشه. آقا وقتی این کمپرسور ضعیف میشه، یعنی ضعیفی کمپرسور هم به خاطر بوبین خود کمپرسوره و اینکه هم موتور ماشین یه مدتش کارکردش بگذاره ضعیف میشن. این دوتا باعث میشه دیگه اون فشار وارده رو کمپرسور نتونه تحمل کنه و اینکه آفانش زیادی میشه. ولی الان با دیگه نیاز نیست برین کمپرسور عوض کنید، چون اگه شما کمپرسور عوض کنید بازم همین مشکل دارید. این رله تقویتش میکنه، هیچ خطری هیچ چیزی هم واسه کمپرسور نداره، فقط تقویتش میکنه. امیدوارم که از این پستم خوشتون اومده باشه. حتما ماشینایی که پژو هستن این کار رو بکنید. گفتم داخل پراید احتمالش 10% تا 15% این کمپرسورتون ضعیف بشه، ولی ماشین پژو احتمال 80 تا 70% این اتفاق واسش میفته. خیلی ممنونم.